دو هزار کوزه گویا و خموش، هر یک به زبان حال با من گفتند کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش. گر من ز می مغانه مستم هستم، گر کافر و گبر و بت پرستم هستم. هر طایفه ای به من گمان دارد، من زان خودم چنان که هستم هستم. می خوردن و شاد بودن آیین من است، فارغ بودن ز کفر و دین دین من است. گفتم به عروس دهر کابین تو چیست؟ گفتا دل خرم تو کابین من است. من بی می ناب زیستن نتوانم، بی باده کشیده بار تن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم. امشب می جام یک منی خواهم کرد، خود را به دو جام می غنی خواهم کرد. اول 3 طلاق عقل و دین خواهم داد، پس دختر رز را به زنی خواهم کرد. چون مرده شوم خاک مرا گم سازید، احوال مرا عبرت مردم سازید. خاک تن من به باده آغشته کنید، پس کال بودم خشت سر خم سازید. چون درگذرم به باده شویید مرا، تلقین ز شراب ناب گویید مرا. خواهید به روز حشر یابید مرا، از خاک در میکده جویید مرا.
چندان بخورم شراب کین بوی شراب آید ز تراب چون روم زیر تراب گر بر سر خاک من رسد مخموری از بوی شراب من شود مست و خراب روزی که نهال عمر من کنده شود و اجزام ز یکدیگر پراکنده شود گر زآنکه صراحی کنند از گل من حالی که ز باده پر کنی زنده شود در پای اجل چو من سرافکنده شوم وز بیخ امید عمر برکنده شوم زنهار گلم به جز صراحی نکنید باشد که ز بوی می دمی زنده شوم. به به، ولی خب کفایت میکنه. نمیخوام زمان لایو به پایان برسه با خوانش بیشتر اشعار، اما امیدوار هستم که بتونم در 1 یا 2 جلسه آینده خوانش کتاب خیام و آن حقیقت دلانگیز رو به پایان برسونم. یاشین لاهوتپور هستم، محقق و نویسنده در حوزه‌های عرفان، فلسفه، علوم اجتماعی و سیاسی. مدتی است که با بازخوانی و تشریح کتاب خیام و آن حقیقت دلانگیز که یکی از مکتوبات من در حول و حوش 10 سال گذشته هست در خدمت مخاطبین عزیزم هستم و البته اینها رو در کانال یوتیوبی حکمتانه هم منتشر میکنم و امیدوار هستم که علاقمندان و مخاطبین دقیقتری از این تاریخ چه در آینده و چه در آینده نزدیکتر این مطالب پیدا بکنن. در آخرین بازخوانی که داشتم بخش بصیرت وجود در زمان رو مطالعه کردم، ولی این بخش به پایان نرسید و من اون رو تا در واقع کلمه اولوالعزم و انبیا در واقع ادامه دادم و از اونجا به بعد خوانش رو قطع کردم چون زمان اون لایو بسیار طولانی شد. امروز از ادامه اون مطلب در خدمت شما عزیزان هستم و امیدوار هستم که بتونم اگر نیاز بود تصحیح‌هایی رو انجام بدم و به موازات اون شرحی رو خدمت شما عزیزان ارائه بدم. در طول تاریخ پایه‌گذاران کلیسا، اینجا کلیسا یک نمادی هست از تمامی مساجد، کنیسه ها و عبادتگاه های ادیان ابراهیمی. در طول تاریخ پایه‌گذاران کلیسا در پرانتز با نمایش دین و بدون اندیشه بر فلسفه ادیان و اسرار تربیت نفس که ذات دین است، با ذهنیت‌های منجمد و متعصب خیش در واقع چون بتپرستانی بودند که انسان را از ارزش‌های انسانیش تهی و توانایی‌های او را هرچه بیشتر به سبب بی‌درکی و خرافه‌گرایی به بت‌ها واگذار می‌کردند. پس در نتیجه فشار جهل و تعصباتشان بر دیگران در مقابل خیش جبهه دیگری را تقویت کرده که به کل به انکار هر بعد معنوی در وجود انسان و جهان هستی می‌پردازند. گروهی دیگر نیز که از هر دو سوی جدال این گروه‌ها خسته و ناامید هستند و توان دستیابی به پاسخ را در خود و آنها نمی‌بینند، با راه انزوا و بیخبری و
یا راه انزوا و بیخبری و پوچی را به دستاویز موادی سکرآور در پیش گرفته و ناخودآگاه همسوی سیاست‌های شومی در جهت چپاول هرچه آسانتر ملت‌ها گشته و یا از مرام و مسلک‌های دنیا گریزانه دراویش و مرتازها سر در می‌آورند که آنها نیز در عمل نتیجه‌ای چندان متفاوت با مواد افیونی را در پی ندارند. اینا نکاتی هست که بسیار حائز اهمیت هست دوستان. خب من در چند جا باید یک ویرگول هایی رو اضافه می کردم که به خوانش بهتر عزیزان کمک بکنم. خب به هر حال زیادم مهم نبود، من گم کردم که کجا باید باشه. غالباً راه و رسم مرتازگونه این گروه با عرفان حقیقی اشتباه گرفته می شود. این گروه دوم، یعنی مثلا خیلی ها هستن فکر میکنن این قلندران و مرتازان و این چیزهایی که بوده در طول تاریخ به افراد دنیا گریز و دراویش و اینها عارف هستن، اینا رو عارف و اینها خطاب میکنن، در صورتی که این به هیچ عنوان صحت نداره. امروز در واقع خوشحالی خب این الان یه جمله قطع شد فکر میکنم. خب من بعد از این صفحه شروع کنم. بدین سان انسان در هر سه این حالات تعادل روانی خیش را باز نیافته و سرگردان جدل‌های بیپایان با خود و جهان گشته و یا در حقارت نفس و فراموشی هر روز بیشتر ارزش‌های وجودیش را فراموش و به سوی تباهی یا انزوا به پیش می‌رود. در جهان ماده‌گرایی مطلق که سرمایه‌های اقتصادی برترین ارزش زندگی انسان تلقی می‌شوند، نیز هرچه انواع تازه‌ای از محصولات و فرآورده‌ها ساخته می‌شوند، به قدرت‌های بیگانه‌ای که انسان را مطیع خویش ساخته‌اند می‌افزایند. و راه‌های تازه‌ای برای فریب دادن و غارت کردن مردمان گشوده می شود. انسان روز به روز زبونتر می شود و انسانیت او هرچه بیشتر در مغاک مذلت فرو می افتد. هر روز بیش از بیش به پول احساس نیاز می کند تا سیمای خصمانه زندگانی را بزداید و بر این زندگی که چهره‌ای خصمانه گرفته است تسلط یابد. ولی چه سود؟ اینجاست که در فقدان حاکمیت اصول متعالی اخلاقی انسان بر اجتماع، زندگی اجتماعی انسان دستخوش بهره‌کشی و غارت می شود و هویدا می گردد که خوشحالی جنجالی و تبلیغاتی و مطبوعاتی انسان امروز در واقع من یک کلمه انسان رو مطبوعاتی امروز در واقع خوشحالی انسان امروز نیست. چنان که گفته شد، اغلب آنان هم که از این گرداب ماده‌گرایی به دستاویز ایدئولوژی‌های دنیاگریزانه و ظاهراً معنوی رها گشته‌اند، کوچکترین ثمر و پاسخ درستی برای علت وجودی خویش ندارند و گر از دین هم سخن می‌گویند، راهی برخلاف خواسته باطنی ادیان که توحید و اصلاح عادلانه و صحیح جهان درون و برون انسان است را در پیش می‌گیرند و در عمل خود به دلیل ضعف و تظاهر پای بر سر اعتقاداتشان می‌گذارند. انسان امروز از خود رانده و با خود بیگانه گشته است و همین است که باید او را به سوی خودش دعوت نمود تا راه خدایشناسی را از درون خود بیابد. اندیشه آدم خلق نشده است که در پستوی جهالت و نادانی و تقلید کورکورانه مدفون گردد و زندگی هم تنها از آن من و شما نیست که به دستاویز دنیا گریزی تصمیم به آباد نکردنش بگیریم یا به دستاویز زیاده طلبی مادی آنچه بر ما کرده‌اند بر دیگران بکنیم.
از ما بیگاری کشیدند، بردگی کشیدند، دزدی کردند، غارت کردند، ولی آیا ما هم باید چنین کنیم؟ ما می اندیشیم و احساس می کنیم، پس هستیم، و اگر هستیم و احساس می کنیم و می اندیشیم، اولین حق وجودمان یافتن پاسخ سؤالها و رسیدن به جواب در وجود خیش از هر طریق ممکن است و این حق یگانه منشأ انشاء یا عرفان راستین انسان است. من دیدم خیلی از این روانشناسان سطحی میان، مثلا سطحی و به خصوص این مشاوران یوتیوبی و اینها میان میگن که انسان ها نباید مثلا در رابطه، جوان ها به خصوص نباید در رابطه با فلسفه و علوم سیاسی یا اگزیستانسیالیسم و این چیزها کنجکاو باشن یا واردش بشن. این میتونه باعث آسیب دیدن، انحرافات و اینها باشه. خب من در این موضوع تردیدی ندارم که اگر راهنمای درستی نباشه و کسانی که درک عمیقی از این مسائل داشته باشن و یا اگر خود اون فرد مبانی تربیتی و ناهنجاری‌های شخصیتی در واقع زیادی داشته باشه، میتونه متأثر از این گونه افکار یا هر گونه تفکر دیگری پای در مسیر انحراف بگذاره در زندگیش، از واژگونگی سر در بیاره، از ناامیدی و ناکامی و بی‌معنایی و پوچی. اما واقعیت این هست که راه گریز از این پوچی نیندیشیدن نیست که اون اوج پوچی است، بلکه انسان برای درک هر سلامت و ارتقاء شخصیتی و برای هر گونه بلوغ شخصیتی نیازمند به تفکر هست و فلسفه اگزیستانسیالیسم یا هستی شناسی هم، آنتولوژی هم در واقع یکی از بزرگترین گام‌ها و روش‌هایی است که انسان رو با سوالات هستی شناسانه آشنا میکنه و به تفکر وامی داره. حالا اینکه در پس این سوال به چه جوابی برسه انسان مهم نیست، موضوع ساختن انسان متفکره و به همین سبب این فلسفه هم یک غنا و توانایی خاصی در این راستا داره که نباید از او غافل شد و روانشناسانی که این حرفا رو میزنن قطعاً اشتباه میکنن و از دیدگاهی بسیار سطحی با موضوعات برخورد میکنن. به راستی که معنای صراط المستقیم یا راه مستقیم و راست توصیه شده در آخرین دین ابراهیمی در پرانتز اسلام نیز همین است و هدفی جز این نمیتواند داشته باشد. این بیان تأیید راه وصلت آدم با خالق خیشتن است. راه مستقیم یعنی این که انسان کوتاه‌ترین راه رو تا مبدأ که جواب یا خالق هست یا حقیقت هست، حالا هر جوری که اسمش رو میذاری، طی بکنه. و اون راه یعنی راه بیواسطه، راهی که سوال در خود انسان برانگیخته بشه و جواب هم از ذهن خود انسان تراوش بکنه. این یعنی عبادت واقعی، این یعنی اون صراط المستقیمی که مسلمانان جهان بعضا روزی چند بار هم در نماز خودشون تکرارش میکنن و از خالقشون میخوان که در اون مسیر قرار بگیرن، ولی در فهمش چون قرار ندارن به بیراهه میرن، در عمل میرن به جای راه مستقیم به سمت خالق خودشون که حالا اگر وجود داره اون رو مثلا بپرستن یا بپذیرن یا بهش وصل بشن، دنبال آخوند پرستی میرن، دنبال امام پرستی میرن، دنبال رسول پرستی میرن، به انحراف میرن و از همش بدتر همون آخوند پرستیه هست. یعنی یه افراد شارلاتانی رو اینها میارن به نام دین بر خودشون حاکم میکنن که کلا نه تنها اونها رو به راه مستقیم نمیبره، بلکه دقیقاً به راه اون ظالم میبره، یعنی به راه اون منحرفان ظالم و خودگم کرده بیفکر که مقلد میشن و به گمراهی میرن. یعنی دیگه ولی اونها خدا نیست و ولی اونها طاغوت ها هستند. و میخوام فقط بفهمید من دوستان مبلغ دین و این داستان ها نیستم و کاری هم به این ندارم که کسی به دین باور داره یا نداره، اما اگر که هر چیزی رو ما بخوایم بشناسیم باید حقیقتش رو بشناسیم. یعنی این کسانی که به نام دین یک پوسته ظاهری شرعی و پوشالینی رو از اون انتخاب کردند که اون رو هم به نکبت و افتضاح کشوندن، هیچ توجیهی برای چنین اشتباه و خیانتشون به خودشون و جهان هستی ندارن و حتی به اون مکتبی که اینها مقلد و پیروش هستن.
چرا که حقیقت این هست، حق و عدالت این هست که حداقل اون رو به راستی و درستی بخونن و بفهمن و بشناسن. به دنبال کسانی که در جامعه رسولان در میان و با اون ریا میکنن نرن. معرفت و عرفان و حقیقت چیزی نیست که در حوزه های علمیه و مدرسه و کلاس و درس و دانشگاه و اینها قابل کسب کردن باشه. اونجا میتونه یک مقدمه‌ای، یک فضایی برای خیلی از مباحث باشه، اما راه حقیقت راه درون هست و صوفی نشود صافی تا سر نکشد جامی. خب بگذاریم. یعنی نیایش و درک با حرکت مستقیم و بیواسطه در راه راست و درست به سوی خودشناسی و خداشناسی، و از همین روست که در آیات متعددی از کتاب قرآن بارها بر نجات یافته بودن کسانی تأکید شده است که با تعقل و تفکر ایمان آوردند و بر هستی و اسرار خلقت می اندیشند. اما افسوس که جهل و از خود بیگانگی گریبان انسانیت را در طول تاریخ دریده است و در شرایط حاکمیت جهل و سرمایه که دو روی سکه اکثریت جوامع این زمان را ساختند، غالباً هر پدیده‌ای به دور از نور ذات و ماهیت اصلیش تنها به وسیله‌ای در جهت توجیه خوی متجاوز و بی‌منطق و یا به سبب بی‌درکی به وسیله‌ای برای خرافه‌گرایی هرچه بیشتر بشر تبدیل گردیده است. همین است که حکیم عمر خیام هم در رباعی تأمل برانگیزی اساس راه مدعیان حقیقت در زمان را زیر سؤال برده و می‌فرمایند قومی متفکرند در مذهب و دین، قومی به گمان فتاده در راه یقین، می‌ترسم از آن که بانگ آید روزی کای بی خبران راه نه آن است و نه این. این همون چیزیه که من میگم. من نه میخوام جانب اون ماتریالیست ها و اون آتئیست ها و اینها رو بگیرم صرفا، و نه جانب اون پیروان دین و اینها، چون هیچ کدومشون رو برحق نمیدونم و دو سوی یک جنبه نامتعادلی از ذهن بشری میبینم. در نگاه من یک راه میانی وجود داره که در واقع هر دوی این ابعاد رو چون به کمال میتونه باز بشناسه، اونها رو در وحدت میبینه، در تضاد با هم. علم و دین رو در یک وحدت و در واقع اتحاد معنایی میبینه و تفسیر میکنه. البته که بسیار کم هستن کسانی که به این درک برسن. بیشتر انسان ها تا به امروز اونگونه که من دیدم یا متأثر از احساسات، نژاد، تاریخ، فرهنگ، اینها تعصبات تاریخی و بشری به این سو میفتند و با یک فرهنگ و زبان و دینی که از کشوری دیگری است صرفاً به دشمنی می نشینند، یا از اساس همه چیز رو منکر میشن و یا از اساس همه چیز رو میپذیرند در سطحی ترین شکل ممکنش. من فکر میکنم انسان ها در مرحله اول، در مرحله خام عقلی، خب باورهای دینی رو به راحتی میپذیرند. انسان‌های خام عقل، خیلی سطحی و بدون فکر، انسان‌هایی که معمولاً هوش خیلی پایینی هم دارن، بیشتر به این مسیر گرایش پیدا میکنن. اما از سوی دیگه یک سری انسان‌هایی هم که حالا یه مقداری بیشتر فکر میکنن، به اون یکی جنبه انحرافی میفتن که همه چیز رو از بیخوبان رد میکنن. ولی انسان‌هایی که اون عقلانیت، دانش، بینش و سطح هوششون، من نمیخوام البته از این کلمه استفاده کنم که تمایز قضاوتی بذارم، چون همه اینها میتونه نسبی باشه و باهوشترین افرادم یهو در اون مسیر میفتن. اینها دلایل بسیار زیادی میتونه روش اثر بذاره، اما به طور کلی انسان‌هایی که بسیار بسیار باهوش هستن در سطح اینشتین و افرادی مثل این هم هیچ وقت با قطعیت صحبت نمی‌کنن، چون پیچیدگی‌های بسیار عظیم و
عجیبی در جهان هستی مشاهده میکنن و همیشه تفسیر عمیق‌تری از اون مسائل مثلا دینی و اینها ارائه میدن. مثلا انیشتین بهش میگفتن که به خدا اعتقاد داری یا نه؟ میگفت کدام خدا؟ خدای پسرعموی من در پشت کوههای جولانه، ولی خدای من کسی است که همه این وسعت عظیم فیزیک و جهان هستی رو که در ذهنم مجسم میکنم رو آفریده و میتونه نیروی معنوی در پشت این جهان باشه. خب به هر حال ما هم سعی میکنیم که دید ارتقا یافته‌ای در رابطه با خیلی چیزها داشته باشیم، به خصوص ادیان، که نیاییم وارد یک درگیری بشیم با پیروان اینها. خب پیروان اینها وقتی که میبینن یک کسی هم نشسته و از بیخوبان همه چیز رو رد میکنه، توهین میکنه، زیر سوال میبره، یه مقاومت بیشتری درشون ایجاد میشه. برای همین هست که من فکر میکنم این گونه انسان ها هم راه نجات جامعه ما نیستن. ما به راهی نیاز داریم که بتونه تعریف دقیق تری از همه چیز نشون بده و دینداری مردم رو از اون جنبه خرافی و بتپرستانه و آخوند منشانش به مسیر درست هدایت بکنه، اصلاح بکنه و از طرفی کفر انسانها رو هم به مسیر عقلانی بیاره و بهشون بگه که هیچ وقت نمیتونید با اون چه کتاب امروز در جهان هستی به فهم انسان رسیده یا اصلا انسان قادر به فهمش هست به طور کلی با یقین صحبت بکنید و هر پدیده ای میتونه در جایگاه خودش کارکردهای مثبتی هم داشته باشه و برای همین باید با دید اندیشه و تعقل به پدیده هایی مثل دین و امثال اینها نگاه کرد، نه با دید دشمنی، عناد و امثال اینها، که اون راه یک اندیشمند نیست، راه یک معرفت پژوه و عارف نیست. انسان برای رسیدن به تعادل و توازن در تن و روان خیش نیازمند معرفت و درک وحدت وجود به معنای گریز از بایدهاست. چرا که تنها با رسیدن به اندیشه‌ای وسیع و دانایی عمیق میتوان به حیات اخلاقی نائل گشت و چون چنین شود اختلاف‌های بسیاری در نطفه از میان خواهند رفت. جز بروز جهل مرکب بشریت چیست که باعث می‌گردد آدمی بدون سیر و سلوک واقعی در جهان معنا که فرجامش وحدت و فنای جهل و تعصب و تکبر است، نظریات و بینش محدود خیش را مطلق و بر حق پنداشته و برایش حاضر به نزاع و کشت و کشتار گردد؟ آیا این راه دین‌هایی است که اندیشه را از عبادت بالاتر می‌دانند و رسولانشان سالها در وادی اندیشه و خودشناسی ریاضت کشیدند تا خویشتن در وجودشان به حقیقت رسند؟ آیا زمان آن نرسیده که انسان با تعمیق بینش خیش دریابد که بسیار نمی‌داند و به دور از یک فاصله اینجا اضافه کنم و به دور از هر گونه افراط و تفریط راه میان و تعادل روح و روان خیش را به جهت کسب بینشی نوین بر هستی که سعادت او را بیافریند بازشناسد؟ بینشی نوین که سعادت او را بیافریند، نه جنگ و نزاع، نه تضاد، نه این حزب و اون حزب و بعد از یه مدت دوباره برگشت به سر خونه اول. آیا سلوک عرفانی که با سوالات هستی شناسی آغاز می گردد و اخلاق معنوی که طالب بودن انسان را در مقامی الهی و مقدس هویدا می کند و شأنی شایسته به او می بخشد، راه میان و نقطه تعادل و نجات انسان نیست؟ آیا خودشناسی شعاری برای رهایی انسان از جهالت و نزاع بیپایان و بیفرجامش با اصالت وجود خیشتن نیست؟ انسان با اصالت وجود خودش دوستان در نزاع امروز. مگر نه اینکه عارفان حقیقی طریقت‌های عرفان، عارفان حقیقی، یک ویرگول بذارم، چقدر کمی کاستی داره یک کتاب که نوشته میشه. مگر نه اینکه عارفان حقیقی طریقت‌های عرفانی را در وراء فرهنگ فکری پیروان سنتی ادیان ارائه می‌کنند تا هر انسان خود در زاویه وجودیش یابنده حقایقی بایسته باشد و از آن حقایق شایسته گردد.
آیا تجربه به روشنی شکست نظریه‌های فلسفه اخلاق فاقد انسانگرایی معنوی را به اثبات نرسانده است؟ آیا طریقتی که معرفت را می‌جوید طریقت دانا شدن یا همان طریقت کسب حکمت نیست؟ آیا انسانی که خود را هم هنوز در نیافته می‌تواند خدا را یافته باشد و ایمان لباسی در خور فهم انسان است؟ من این گونه فکر نمی‌کنم. اگر هم انسان به چیزی ایمان داره باید این کلمه ایمان رو در خودش نگاه داره و مدفون کنه، چون بیانش نمایش ایمانه و اون رو به ابتذال و بیراهه میبره. و از سوی دیگه آیا اصلا این ایمان نقطه ایستادن درستی برای انسانی است که بسیار نمیداند و نمیتواند بداند؟ خب در زمانی اینها کلماتی ضروری بوده. برای چی؟ برای اینکه اگر اون انسانهای جاهلی که همدیگر سلاخی میکردن در کوچه و خیابانها، گاهن به ناموس هم تجاوز میکردن، امروز هم در دنیا کم تجاوز نداریم، این انسانهای جاهل و نادان اگر به مسیر درستی که بتونه اون انرژی های منفی اینها و مخربشون رو هدایت بکنه در مسیر بهتر و اتحادی و توسعه زندگی شهری، اگر این ادیان در اون دوران نبودن و این ایمان رو از اونها نمیخواستن، شاید بشریت تا به امروز چندین بار خود رو نابود کرده بود. باز یه جایی دیدم یک آقای دکتری از همین روانشناسان اینترنتی، خب حالا زحمات خوبشون به جای خود، من بحثم اونها نیست، اما یه جایی میگفتن که بشریت اگر تا امروز خودش رو نابود نکرده به خاطر نادانی است، الان چون داناست میتونه خودش رو نابود کنه. باز یه دیدگاه فوق‌العاده سطحی. نه خیر، بشریت اگر تا به امروز چندین تمدن خودش رو نابود کرده از سر نادانی بوده و اگر امروز هم داره خودش رو نابود میکنه باز از سر نادانی هست. اون چیزی که به عنوان تکنولوژی ساخته شده چیزی ربطی به دانایی انسان نداره. دانایی در حیطه حیات فلسفی، علوم انسانی و ذهنی و معرفتی انسان اتفاق میفته. علم یا دانش تکنولوژی انسان دانشی است به موازات اون معرفت که هیچ ارتباطی نداره. شما میتونید بزرگترین مهندس جهان باشید، بزرگترین فیزیکدان باشید، پزشک باشید، ولی ذره‌ای خرد، عقلانیت، دانایی و انسانیت درتون نباشه. رشد عقلی، رشد فردی، شخصیتی و انسانی هیتش در علوم انسانی و جای دیگری هست. نباید اینها رو با هم مخلوط کرد و متاسفانه این حرفا از سمت اینفلوئنسرها باعث میشه که جامعه گاهن خیلی سخت دیگه فکر بکنه به چیزای دیگه. به راستی بشریت به چه چیز برای انسانی زیستن بیشتر از معرفت و دیدی گسترده و عمیق بر خویشتن و هستی نیازمند است؟ گله بیچوپان بشریت به کدامین سوی رهسپار است؟ ببینید دوستان، یه بحث اینجا مطرحه. آیا بشریت برای اخلاقی زیستن و درست زیستن نیاز به باورهای معنوی داره؟ تا ما این باورهای معنوی رو چه تعریف کنیم؟ در نگاه من باور به انسان و انسانیت انسان و تمام صفات نیکی که در وجود یک انسان از جمله اندیشیدن هست و میتونه پدید بیاد بخشی از معنویت هستی است. ما همیشه این گونه سوال میکنیم که آیا این جهان هستی میتونست بدون خالق به وجود بیاد؟ خب اگر خالق، یکی از فیزیکدان ها فکر میکنم استیون هافکینز میگن که اگر خالق تونسته بدون هیچ خالق دیگری به وجود بیاد، جهان هستی هم میتونه بدون خالق به وجود بیاد. بله کاملا درسته. اگر یه خالقی در این جهان هست که هیچ خالق دیگری نداشته، خالق با اون پیچیدگی و هوش و درایت که بعد تونسته این جهان رو به وجود بیاره، خب چرا خود این جهان نتونه اتفاقی به وجود بیاد؟ پس این سوال بسیار بزرگی است. اما میشه جور دیگه هم سوال رو مطرح کرد. اگر این جهان میتونه به وجود انسانی به صورت انسان برسه که میتونه فکر بکنه و خوب و بد رو تشخیص بده به صورت اتفاقی، چرا اتفاقی خالقی به وجود نیامده باشه؟ یعنی میشه برعکسش هم باز مطرح کرد. متاسفانه حالا جناب استیون هافکینز برعکسش رو مطرح نکردن، اما خب من اینجا مطرحش میکنم، میشه این هم پرسید.
برای همین موضوع خیلی پیچیده تر از این است که ما بخوایم با این سرعتی نتیجه قطعی رو راجبش داشته باشیم. از طرف دیگه هم اگر که ما به این نتیجه برسیم روزی که قطعاً هیچ حیات معنوی برای انسان وجود نداره، منظورم از معنوی اون بهشت و جهنم و اون جهان‌های دیگر و اینها نیست، همین حیات معنوی که عرض کردم، یعنی برتری‌های انسانی و بقای حیات بشری به هر طریقی، نه به شکل این شخصیتی که در کاربرد مادی داره، اما در اشکال متفاوت و الهیاتی در پس مرگش. اگر به یقین بتونیم این بعد رو رد بکنیم، خب واقعا چرا باید اصلا اخلاقی بود؟ دیگه بسیاری از مسائل اون ریشه اصلی خودشون رو تا حدود زیادی به گمانم از دست میدن. آره میشه حرفای قشنگی زد، میشه برای انسانیت انسان و جامعه مداری و خودخدایی و بسیاری فلسفه های با معنا و عمیق، میشه با اونها این مسئله رو توجیه کرد، ولی اونها جاهایی نیست که اکثریت انسان ها به بشریت بهشون برسن. اونها اخلاق فلاسفه هست، اخلاق برترمنشانه، ابرمرد هست، ابرمرد نیچه، و همه به اونجا نمیرسن. برای همین به گمان من از بیخوبون رد کردن تمام جنبه های معنوی پس از مرگ انسان، یعنی متمایز از اندیشه گرایی، کمی غیر مسئولانه هست در برخورد با جامعه، و اینجا خانه حکمت هست. ما در اینجا سعی میکنیم آنچه که حکمت هست رو بیان بکنیم، نه آنچه که در اندیشه محدودمون واقعیت محض میدونیم. انسان تا برای سؤال چیستی خود و جهان به جوابی روشن و واحد نرسیده است، نمیتواند دریابد که شایسته است چه و چگونه باشد. در این شرایط تنها یک شناخت و درک و بینش وحدت وجودی است که میتواند راه ساختن و پرداختن جهانی شایسته را به انسانها بیاموزاند. بدون تردید اگر ما خویشتن را بشناسیم، پیوسته چنان مایه و جاهی جستجو می‌کنیم که خورند گوهرمان است. این جمله، این بدون تردید تا اینجا جمله بسیار زیبایی است از استاد اعظم کانگ، جناب پروفسور ابراهیم میرزایی. بدین سان این گونه راه بر تباهی خود و دیگر آدمیان و جمله جهان هستی نمی‌گشاییم. انسان امروز از کران تا کران ارزش‌ها و میراث‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی خود احساس پوچی می‌کند و نسل جوان دوگانگی بین چهره کهنه و زشت ارزش‌ها و صورتک خندان و بشاشی را که روی آن گذاشته‌اند با تمام وجود خود لمس می‌کند. مجال زندگی راستین در بسیاری از ممالک که امروزه تجلیگاه تضادهای عمیق ایدئولوژیک گشته‌اند، با همت و پشتوانه دسیسه‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی از انسانها ربوده گشته است. اندیشه و حیثیت بسیاری از جوانهای جهان امروز مارک جامهای شراب یا دود افیون و باروت تفنگ‌های تشنه به خون گشته است و بسیاری دیگر جوانهایی صرفاً اقتصادی هستند که در سرگشتگی یا بردگی چون پیچ و مهره‌های دستگاه عظیمی برای تداوم بخشیدن به استثمار و استعمار اکثریت محکوم توسط اقلیت حاکم بر جهان سرمایه‌داری در آمده‌اند. در چنین شرایطی سؤال این است که آیا این انسان از خود رانده و با خود بیگانه و بی جواب اصولاً میتواند خوشبخت باشد؟ بدون تردید پیشرفت کنونی و عقب ماندگی آنقدر که از نظر اخلاقی و انسانی اضطراب‌آور است، صنعتی و اقتصادی نیست، زیرا غرب پیشرفته نیز با همه رفاه و آسایش خود به نوعی دچار این اضطراب و تشویش عمیق اخلاق و انسانیت است. این جهان به راستی که نیازمند چیزی فراتر از صدای توپ و نفس بدبوی ماشین است. پس باید نخست ضرب و آهنگ وجود خیش را بشناسیم تا بتوانیم آنچه بایسته و شایسته مان است را به جهان عرضه کنیم. راه میان یا راه نجات انسان از پرتگاه تعصب‌های بی‌پایه
و فقدان درک میان اندیشه ها، راه رهایی از خرافه گرایی و بیچرا زیستن، راه رهایی از قناعت به زندگی حیوانی و یأس و پوچی حاکم بر جهان ماتریالیسم، راه رهایی از فسادهای اخلاقی و اجتماعی و سازمانی، راه رهایی از احساس ضعف و درماندگی انسان که متعاقب آن تجاوز و ویرانگری است، راه پایان بخشیدن تضادها و اختلافهای انسانی و خود برترپنداری، بدون شک راهی است که بینش آدمی را برای یافتن پاسخهای اقناع کننده در درونش ارتقا می‌بخشد که این بینش انسان را با معرفت وجود همراه می‌کند. انسان که باید بداند بزرگترین سؤال زندگیش چیستی خیشتن است. چه زیبا و پرشکوه است آنجا که آدمی خیشتن را می‌شناسد و از آن خیشتن شناسی از خود فرا رفته و راز و رمز جهان هستی و وحدت وجود را می‌یابد. وحدت وجود صرفاً دوستان اون وحدت وجودی که در عرفان ایرانی یا به اصطلاح اسلامی ازش یاد میشه نیست، یعنی خود رو خدا دانستن. این در تائویسم و مکاتب هندی، بودیسم و امثال اینها هم وجود داره، به شکل سامادهی، نیروانا، به شکل یکی بودن با تائو و امثال اینها. میتونه جنبه‌ای حتی طبیعی داشته باشه، طبیعتگرا، نه جنبه‌ای صرفاً ماورایی. چه پرشکوه است آنجا که کلمه کفر و دین رنگ می‌بازند و انسان در خودشناسی به آرامش جاوید می‌رسد، آنجا که مرید به مراد خیش می‌رسد و با او یکی می‌شود، آنجا که طالب به مطلوب می‌رسد و از آن رویت بیواسطه آرام جانش آرام می‌یابد، آنجا که حیات آدمی کاخ معاشقه عاشق و معشوق می‌گردد، آنجا که بندی از انگشتان دستی واحد و اسباب مهرورزی بر روی زمین و پروراندن و پروردگاری در هستی می‌گردد، مقام خلیفت الله. به راستی و درستی که عرفان حقیقی راه آشتی انسان با سؤال و مسئولیت پذیری او نسبت به جواب است و انسان است که همچنان خود بزرگترین سؤال است. مهمترین علت این مطلب که آثار عرفانی در تمامی فرهنگ‌ها بیش از آن که پاسخ‌هایی روشن به سؤالات متداول بشری باشند خود طراح سؤال هستند، همین است. همین اهمیت گسترش و عمق میدان دید و تفکر انسان‌ها با تربیت اندیشه آنها برای تعمیق و تفکر. چرا که چنان که بیان شد این حرکت فردی و خودشناسی است که با ساختن انسانی واقعاً اندیشمند راه ساختن جهانی زیباتر و به راستی انسانی را هم هموار می کند. از اشعار عارفان پارس تا کهنهای مکتب زن از اشعار عارفان پارس تا کهنهای مکتب زن و داستانهای اسطوره‌ای مکاتب هند و یونان و ازداد در متون ادیان، تمامی ابرازگر لزوم حرکت و تفکر ژرف انسان برای ورود به جهان معانی و اسرار آنها هستند تا بدین وسیله چراغ خرد و دانایی در اندیشه آدمی برافروخته گردد و انسان از نیستی به هستی رسد. همیشه بهتون گفتم انسانی که نفس میکشه میخوره، میخوابه، خور و خواب و خشم و شهوت هست و بسیاری از جهالت ها، یه حیات اقتصادی داره، تولید مثل میکنه. این انسان زنده نیست. زندگی مقام دیگری است. زندگی هدفی است که باید بهش نائل شد در این تولد. بدون تردید اینجا
اینجا باید باز یک ویرگول باشه. بدون تردید، بدون تعویل و رمزگشایی و مجاهدت فکری، کسی قادر به دستیابی به گنجینه‌های معرفت ناب نبوده و نمی باشد. به راستی که تلاش برای ساختن راه سعادت انسان بدون ساختن انسانی متفکر و مجاهد در مسیر اندیشیدن، آب در هاون کوبیدن و راهی به عبث رفتن است. یادم هست که زمانی که در کانگفوتوها فعالیت می‌کردم، خب با بسیاری از این شاگردان آقای میرزایی، استاد کانگفو، پایه‌گذار کانگفوتوها، برخورد می‌کردم که اینها چیزهایی که ایشون بهشون گفته بود، حرفای ایشون، کارهایی که کرده بود، اینا همه براشون سوال شده بود و چون افراد متفکری نبودن به این جواب رسیده بودن که ایشون یا دیوانه بوده یا طرف مثلا، حالا دیگه عقلم نداشتن که من متاسفم که این رو میگم، ولی مثلا میگفتن طرف خب قصد خوبی نداشته نسبت. خب اینها ویژگی های انسان های نادانه که نمیدونستن کنفو چیه. رفته بودن بروسلی بشن، 2 تا فیلم دیده بودن، با این شناخت به اینجا رسیدن. اگر میفهمیدن راهبری کنفو و استادی واقعی کنفو یعنی چی و این یک مکتب عرفانیه و عرفان یعنی چی، فلسفه یعنی چی، میفهمیدن که نه، چیزهایی که اینها نمیفهمن و به نظر غیر عقلانی میاد همون کوانها هست، معماهایی هست که اینها باید بهش فکر بکنن تا دانا بشن. و اینها چون هیچ وقت اصلا انسان متفکری نبودن، همون به هستی نرسیده بودن، هستیمندی، در دایره جهالت خودشون مدفون شدن. همونطوری که پیروان ادیان به بیراه رفتن، پیروان کنگفو هم به بیراه رفتن. اینو به جرئت بهتون میگم، هیچ کس رو ندیدم که در اون مکتب، در اون طریقت راه رو از چاه یافته باشه. ایرانیان به طور کلی دوستان موجوداتی، انسانهایی بسیار خرافه‌گرا هستند، بسیار مذهبی، همونقدر خطرناک هستند در خرافه‌گرایی که طالبان افغانستان و داعش و اینا هست. حالا اینا یکم رنگ و لعاب مدرن تری به باوراشون دادن، ولی اصلا دست کم نگیرید خرافه‌گرایی ایرانی ها رو. جهل و تعصب رو در جامعه‌مون به هیچ عنوان دست کم نگیرید، خیلی عمیقه. فقط دنبال یک کسی هستن که به محض این که نفهمیدنش یا دشمنش بشن یا بپرستنش. و این کلمه فهم چون زحمت داره اصلا دنبالش نمیرن به طور کلی. و به محض این که شما با باوراشون در تضاد باشی، زیر سوال ببری، تنها کاری که میکنن حسب شماست. باز با اون فکر کردن کامل غریبن. یعنی مقام عقلانیت در جامعه ما بسیار گم شده و پایینه، خیلی نایابه، خیلی نایابه. پس اول هدف و محصول خودآگاه عارف بارز نمودن طریقت حقیقت و تشویق و جذب سالک به اندیشیدن و سیر درون برای رسیدن به توان اندیشه و معرفت بر خویشتن خویش است و نه انتقال حقایق خود یافته و بی پرده یا ساختن مکاتب و ایسم‌های ایدئولوژیک که اندیشه خود را بر اندیشه‌های دیگر تحمیل کرده و مقدم می‌دانند. از این عرفان‌های جعلی و کاذب و دروغین و اینها در جامعهمون در این چند سال اخیر یه سریاشون بودن که این طرف حتی ادعای جنگیری و ادعای طرف شعبده بازی میکرد که پیروانش به ایمان بیارن. مورد بود به پیروانش مواد داده بود، مواد افیونی، حالا تو چایشون ریخته بود، یه جوری به خوردشون داده بود. اینها با نگاه خودشون یهو دچار توهم، هالوسینیشن شده بودن، فکر کرده بودن این طرف داره معجزه میکنه، یهو با یه اشاره جنگل میآفرینه، کوه میآفرینه. خیلی بده ها. این عرفانه، شرم‌آوره، واقعا شرم‌آوره این درصد از شارلاتانی و خودبزشیفتگی افراد ضد اجتماع. و بعد میان جواب میدن، سوال طرح نمی‌کنن چون نمیدونن هم فلسفه چی اومد، جواب همه چیزو دارن. انتقال حقایق معنوی به انسانها ممکن نیست مگر به آنانی که خود در وادی‌های سلوک سیر کرده باشند و پرده‌های ادراک عقل و قلبشان کنار رفته باشد و جانشان شکوه حقیقت را لمس
و مجذوب بدان گشته باشد. سالک باید صاحب شخصیتی متفکر و لایق دانایی و قلبی پاک و دریافت کننده نور حق شود و معرفت او با حکمت درآمیزد تا عالم بی عمل و زنبور بی عسل نگردد. بدین پایه اسرار آثار عرفانی اسرار انسانسازی است که در سیر و سلوک عارفانه یک به یک در زمان مقرر بر انسانها آشکار می شوند و این اسرار با جلا بخشیدن قلب به وسیله عشق و روشن ساختن راه عقل با بیان وحدت وجود هنجار هستی را موجب می گردند. چنانکه در بخش رهسویه حیات ذکر شد، نظام زایش و میرش در هستی حکایتگر رویش و پرورش جهانی اندر جهانی دیگر است و دریافتن معنای هستی و آفرینش با نظر از وسعت بیکران بر کرانه‌های زمان و مکان این نظام هستی ممکن می‌گردد. پس آنچه انسان برای رهایی از تضادها و دستیابی به معنای واقعی وجود نیازمند است، همین ارتقای بینش به وسیله سیر و سلوک در عالم معنا تا رسیدن به روشنایی وجود است. حضرت مولانا چه زیبا بدین مسئله اشاره می کنند، آنجا که در شعر شاهکاری درک انسانها از فیلی در تاریکی را مثال می آورند. خب قبلش من باید یک شعری رو جابجا می کردم. چند لحظه خب این زمان میبره من بتونم این رو پیدا بکنم، اما خب بله این نمیره بالا. باید یه جایگاه دیگری من برای این شعر پیدا بکنم یا اصلا کلا حذفش بکنم. خب چه دانستم، این یه شعر دیگری است، اون شعر مولانا نیست. چه دانستم که این دریای بی پایان چنین باشد، بخارش آسمان گردد کف دریا زمین باشد. لب دریا همه کفر است و دریا جمله دینداری، ولیکن گوهر دریا ورای کفر و دین باشد. اگر آن گوهر و دریا به هم ده هر دو به دستاری، تو را آن باشد و این هم، ولی نه آن نه این باشد. چقدر زیبا گفته. و در ادامه شعر مولانا رو دیگه بذارم به عهده خودتون چون طولانیه. اون که پیل اندر خانه ای تاریک بود، عرضه را آورده بودندش هنود. این رو خودتون دوستان از برای دیدنش مردم بسی، اندر آن ظلمت همی شد هر کسی. دیدنش با چشم چون ممکن نبود، اندر آن تاریکیش کف می بسود. آن یکی را کف بر خرطوم اوفتاد، کف همچون گفت همچون ناودان است این نهاد. آن یکی را کف بر گوشش رسید، آن برو چون باد بیزن شد پدید. باد بزن، باد بیزن. آن یکی را کف بر پایش بسود، گفت شکل پیل دیدم چون عمود. آن یکی بر پشت او بنهاد دست، گفت خود این پیل چون تختی بوده است. همچنین هر یک به جزوی که رسید، فهم آن می کرد هر جا می شنید. از نظرگه گفتشان شد مختلف، آن یکی دالش لقب داد این الف. در کف هر کس اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. این شمعه، این داناییه. چشم حس همچون کف دست است و بس، نیست کف را بر همه او دست رس.
کف دیگر هست و دریا آن دگر، کف رها کن از سر دریا نگر. ببینید چقدر زیبا واقعا. در این شعر مولانا جلال الدین اندیشه های محدود را معادل کف دستی قرار داده که از دریافتن حقیقت به دلیل تک‌بعدی بودن عاجزند. بدین سبب در میان نظراتشان اختلاف بسیار است، حالان که می‌فرمایند اگر هر کسی شمعی داشت و می‌توانست از منظری روشن و وسیع بر چیستی ها بنگرد، بیشک اختلاف ها در نطفه از میان میرفت و صلح و آشتی پدید می آمد. این اونجاست که من میگم در دین باید با اون شمعه بهش نگاه کرد، با شمع علم و دانش. آنگاه که خورشید دانایی بر هستی انسان روشنایی بخشد، دیگر اثری از برداشت‌های سطحی و محدود در وجود باقی نمی‌ماند و چنان که گفته شد اختلاف‌ها در نطفه از میان خواهند رفت و صلح و آشتی پدیدار می‌گردد. پس فرجام وادی توحید تولد دانایی کامل سالک است که در بیان وحدت وجود هستی بارز می‌گردد و نشانی بی بدیل از یافتن حقیقت دلانگیز وجود توسط اوست، چرا که حقیقت نقطه است که چون سالک بدان رسد دیگر مجاز وجود را موجود نمی‌یابد و از وهم فرا رفته، پرده های منیت بردریده و کلمه تو را ندیده و یگان حقیقت دلانگیز وجود ما را یابنده می‌گردد. یعنی از من و تو به ما میرسه. این هم نام یکی از کتاب‌های دیگر من بود، نام مجموعه شعرم. پس در وادی من و تو ما می شود و بدین سبب ماهیت هستی را ادراک می کند. همین است که عشق حقیقی که در ظاهر به مجاز باشد نیز چون خود عشق حق است ره به سوی حقیقت می گشاید و راهبر وجود سالک در سفر به سوی یک ویرگول اینجا هم بگذارم، در سفر به سوی حقیقت می گردد. اینجاست که به زیبا سخنی دیگر مولانا جلال الدین برای بیان یگانگی عاشق و معشوق اول مرید و مراد را که مجاز وجودند مثال می آورد. آن یکی آمد در یاری بزد، گفت یارش کیستی ای معتمد؟ گفت من. گفتش برو هنگام نیست، بر چنین خوانی مقام خام نیست. خام را جز آتش هجر و فراق کی پزد؟ کی وارهاند از نفاق؟ رفت آن مسکین و سالی در سفر، در فراق دوست سوزید از شرر. پخته گشت آن سوخته پس بازگشت، باز گرد خانه هم بازگشت. حلقه زد بر در به صد ترس و ادب، تا نجنبد بی ادب لفظی ز لب. بانگ زد یارش که بر در کیست آن؟ گفت بر در هم تویی ای دلستان. گفت اکنون چون منی ای من درآ، نیست گنجایی دو من را در سرا. و لسان الغیب حافظ شیرازی در بیان نکته‌ای از اسرار معرفت می‌فرماید میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. باز یه جایی دیدم همین آقای روانشناس معروف که من چون خودشون نیستن نمیتونم اسمشون رو ببرم اینجا، این شعر آن یکی آمد در یاری بزد رو نشانه ای از عدم حرمت نفس یا استقلال وجود، یعنی خاک بر سر بودن و بیچیز بودن و بیچیز شدن فرد در فرهنگ عرفانی ایران نامیده بودن و این نشون میده که چقدر با این وادی بیگانه‌اند و نمیدونم چرا وقتی عذر میخوام افرادی بیگانه هستن با این وادی مجبورن راجبش حرف بزنن. نمیشه یعنی مثلا ما مولانا رو زیر سوال نبریم و خودمون رو عرضه کنیم و انسان بزرگی باشیم، حتما باید بزرگان دیگر رو پایین بکشیم. باز یه جای دیگه ایشون میگفتن این که مثلا یه استاد بزرگ موسیقی بر سنگ قبرشون نوشتن که خاک پای ملت ایران کاملا بی‌معنیه و نشانه عدم حرمت نفس. ای وای ای وای. خیر،
این من نبودنه، این فرا رفتن از ایگو هست. این من و تو ما شدنه به معنی بیچیزی و عدم حرمت نفس و عد نداشتن باندریز و این چیزا نیست. این یعنی رسیدن به اون سلف، به اون سلفی که در کمالی از عقل و اندیشه و سلامت میتونه امپاتی زیادی داشته باشه و جهان هستی و وحدت داشته باشه، به انسانیت برسه. مگه راحته به صرف اینکه چند تا فالوور و تماشاچی و سوت و کفسن پیدا کنیم بریم بشینیم غول‌های عرفان و اندیشه و فلسفه مثل حافظ و مولانا رو نقد کنیم؟ وای بر ما. جامعه بسیار سطحی داریم، ولی همین سطحی ها الان باز بهترن. میگه در بیابان یک علف هم غنیمته. همین است که مولانا جلال الدین در مقام توحید و پس از آن فنای فردیت به حقیقت زبان شمس می شود و دیوان خود را به نام سالار سلوک معنوی خیش که از حکمت حاکم هستی نور حق را از آینه وجود او نظاره کرده است و از آن رویت جان جانان قلبش زنده به عشق گشته و باب معرفت بر او گشوده گشته است می نگارد. کتابش رو به نام او می نگاره، به نام شمس، دیوان شمس. آیا کسی نفهمید این نگارندش مولاناست؟ مولانا ناچیز شد، بیچیز شد؟ آیا چیزی از ارزش مولانا کم شد؟ آیا شمس این رو کرد برده، بیگاری ازش کشید؟ وای بر ما، چه دیدگاه های سطحی داریم. پس در بیان وحدت وجود میان خود و مرادش میفرماید، بریم ببینیم چی گفتم تو صفحه بعد. شمس تبریز خود بهانه است. اونی که میگه ما شدیم شمس، بعد میگه شمس تبریز خود بهانه است. ماییم به حسن خلق، ماییم به حسن لطف، ماییم با خلق بگو برای روپوش کو شاه کریم و ما گداییم. محفیم به حسن شمس تبریز، در محو نه او بود نه ماییم. چقدر زیبا و رندانه. آری هرچه از اوست هم اوست و به او باز می‌گردد، لیکن این بازگشت تنها در سیکل انسجام و پیوستگی مادی هستی رخ نمی نماید، بلکه در حیطه آگاهی موجودی آگاه به نام انسان نیز صورت می‌پذیرد. پس دریافتن و واقع شدن در معنای وحدت مقصد سلوک سالک هستی یا انسان و کاوش در اسرار آن رمز و راز دانایی و به سامان رسیدن حیات فردی و اجتماعی اوست. اگر به قلب انسان عشق است، اگر رحم است، اگر مهر است، اگر نمایشی از رحمانیت و رحیمیت خداوند است، جمله اینها از حقیقت توحید و وحدت در جهان هستی است. عارفان در یگانگی نه میان خیش و خداوند فاصله می‌بینند. این خیلی فرق داره با اونی که میگه من خدام دچار خودشیفتگی و هذیان و ایناست. وای. عارفان در یگانگی نه میان خیش و خداوند فاصله می‌بینند و نه در میان خود با دیگر مخلوقات. ببین اونی که میگه من خدام، اون منصور علاج، خودشو با گدای سرکوچه‌شون هم متفاوت نمی‌بینه. این خیلی فرق داره با اون خودشیفته‌ای که میگه من خدام و بعد اربابی میکنه برای دیگران. با اونی که میگه من زبون خدام و حکم اعدام جوانای مردم رو میده. متوجه باشید تفاوت رهکس کجاست تا به کجا، به قول حافظ. هزار نکته باریک تر زمون اینجاست. هر کسی نمیفهمه اینا رو که تفاوت عارف واقعی و کسی که شارلاتانه چیه. چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس بردستی نباید داد دست. پس عرفان حقیقی راه رهایی است و نه اسارت، و اینان به راستی بعد از درک توحید فنا می شوند. لیکن نه فنایی که به معنای نابودی است، بلکه به عکس تماما بود می شوند. ولی بودی که در آن دیگر خیشتن را به عنوان موجودی محدود در قالب تن نمی بینند، بلکه حق و حقیقت وجود را
با هر نگاه میبینند و در مقام درک وحدت لب به تحسین میگشایند. فتبارک الله احسن الخالقین. درک وحدت، نه درک ذلت. و اینجاست که میگن بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. این عارف واقعیه، برابر با دیگران، یکی، اوج همدلی و همدردی. اگر من خودم از جهان سیاست بیزارم، همیشه این رو بهتون گفتم، جهان افراد آلوده و کوته اندیشه، خامعقلان، سیاستمداران سرمایه‌دار، دوست ندارم واردش بشم. ولی این نمیگم حالا من دارم و به اوجش رسیدم و اینو نمیخوام اینو بگم، اما چون کسانی رو دیدم که دارن و الگوی من اونها هستن، نمیتونم نسبت به اون چیزهایی هم که در جهان سیاست اتفاق میفته بی تفاوت باشم. برای همین هرچند نمیخوام فضای پیجم فضای سیاسی باشه، فضای غالبش، اما اتفاقاتی که میفته رو و لازم میدونم رو نسبت بهشون واکنش نشون میدم، نظرم رو عرضه میکنم. حالا دیگه درست و غلطشم در طول زمان مشخص خواهد شد. خب کمی طولانی شد فکر میکنم. بله، تا در واقع بخش حیرت، تا شعر حیرت از عطار نیشابوری اجازه بدید ببینم. بله، تا بخش حیرت این رو من یادداشت میکنم. مطالعه شد این کتاب و از این بخش به بعد رو در جلساتی دیگر ادامه خواهم داد. امیدوارم که این مبحث از حوصله و دقت شما عزیزان خارج نشده باشه و کمی حضور خودتون رو باز، این رو هم همیشه تأکید میکنم، هرچند اندک خود باشید و به زندگان نزدیکتر. تا گفتگوی دیگه و درودی دیگه همه شما عزیزان رو بدرود میگم.